وقتی که فرزند میروه مکتب، از اونجا او را میبرن پختچینی و در پختچینی زیر چرخ تراکتور میمونه و از دنیا میگذره، اینش دیگر جنایت هست. اینجا در جنایت صادر شده است. با تمام مسئولیت یک جنایتی بزرگ صادر شده است. ماهی پیشتر یکی را تجاوز کردن، یکی را برای سیرگیری لاله کشتن، یکی را برای یک عمل دیگه کشتن. هیچ یک جامعه از شهروندی که ما داریم سر و صدا بلند نکرد. اعتراض نیست. حزب‌های سیاسی خاک تو سرشان بغیر از لیسیدن، وکیلان پارلمان بغیر از شرکت‌های دامادها و خسرها و عمک‌ها و تقاهای رئیس جمهور از انداز آزاد کردن و چپلوسی کردن دیگر کاری که ازشون نمیبیو. خیلی رحمانوف که امروز حکومت دیکتاتوری اولادی است، چگونه میروه به مقابل حکومت طالب یا حکومت پاکستان هر چیزی طلب میکنه که شما باید در افغانستان یک حکومت عمومی ملی بسازین که تاجیک هم در اونجا دستور داشته باشه، پشتور هم دستور داشته باشه، ازبک هم دستور داشته باشه، زنها نیز در سیاست کار داشته باشن، در عموم یک نظام خوب بسازین. آخه ای بلیاز خدا بیاین یک نشست مطبوعاتی بکنه، مرا برای روپروی رحمانوف پیوست کنه، براش بگم که مدامی که تو دعوای حکومت عمومی ملی داری، برای من حکومت خود شهر بده. چگونه حکومت هست؟ فوتی مهرانه، خواننده مکتب ظفرآباد در پختچینی، زیر چرخ تراکتور مانده است. خیلی عجیب نه دوستان عزیز؟ شاید ما در فیسبوک هم یک کامنت گذاشتم و هموطنان ما زیادش در اون عقیده که خب مرگ الهی است و هر کس در هر کجا از دنیا می رود. این درست است. همه انسان ها چشمانده مرگ هستند، از اون ما شما گرفته نمیتونیم. اما تصور که خواهر ما در کالخاز و سوخاز کار نمیکند، دانش خواننده مکتب است. پختچینی نرفته است، مکتب رفته است. در زمان فئودالی قرار نداریم، در زمان کپیتالیسم قرار نداریم. در جمهوری، یک کشور جمهوریت قرار داریم که در آنجا دعوا سر اون نیست که ما غلام باشیم. یعنی هر کس وابسته به مسئولیت خود کار میکنه. فرزند ما و شما میروه مکتب به خاطر چی؟ به خاطر علمگیری. ما در او امیدیم که فرزند ما امروز مکتب رفت و چیزی برای خودش گرفت. درست؟ خیلی درست. بله؟ بله. اما وقتی که فرزند میروه مکتب، از اونجا او را میبرن پختچینی و در پختچینی زیر چرخ تراکتور میمونه و از دنیا میگذره، اینش دیگر جنایت هست. اینجا در جنایت صادر شده است. با تمام مسئولیت یک جنایتی بزرگ صادر شده است. در این جنایت کی دست دارد؟ نشست مطبوعاتی وزیر معارف بیاریم ورق بزنین، همین سالی که گذشت، و در اونجا این وزیر گفته بود که این یک کار خسکی است، شما نباید در این مسئله زیاد تمسخر بکنید. انا همون کار خسکی امروز به مرگ رسید. معشراف کم عضوی همین احمقی است که انجام میتید. نه، معشراف کم عضوی همین احمقی است که در اونجا هم چندین نفر بیمار شده بود، چندین نفر مریض شده از هوش رفته بود و چندین نفرها ماها از درس ماندن. یعنی اینجا باید جامعه تاجیکستان تمسخر بکنه بالای جنایت وزیر. در جامعه سالم، در جامعه که دموکراتی است، عدالت هست، سود هست، دادگاه هست، در اون جامعه الکی از بالاترین سمت سر کرده، از وزیر سر کرده تا مدیر اون مکتب باید که در نزد دوربین، در نزد مردم برای این قضیه را شرح بده. در کشوری دموکراتی مثل امریکا وقتی که عکس بگذارین من میمونم حاضر. خب
مرحمت. این منظره را همتون در خاطر داره. بله، جورج فلوید یک سیاه پوسته بود که در امریکا از جانب پلیس زیر همه خیلی یک فشاری قرار گرفت و از دنیا گذشت. تمام شتات های امریکا از نیویورک سر کرده تا واشنگتن و دیگر شهرهای بزرگ، شتات های بزرگ، مردم در کوچه ها ریختند، اعتراض کردند و بالاخره کار رفت به دادگاه و کسانی که در این قضیه دست داشتند به جوابگری کشیده شد، قرض جریمه سپردند و هاکذا و یک سر و صدای خیلی بلنده که دنیا را فرا گرفت به خاطر یک سیاه پوسته که در اونجا زندگی میکنه. یعنی در ما عین همین حادثه در ما صورت گرفت. در پختچینی یک طلبه مکتب زیر چرخ تراکتور ماند و طبق معلومات ها هم یک پلیس، یعنی که کارمند پلیس مست بوده است، تراکتور رانده است، چیکار کرده است؟ دختر جرخی است و به هلاکت رسید. ولی در تاجیکستان هیچ یک اعتراضی نشد، هیچ یک سر و صدایی نشد و همه خیل فراموش شد و رفت. پس دعوای ما در اینجا درست است که تاجیکستان نه همچون یک کشوری دموکراتیکی در اونجا عدالت و سود هست. تاجیکستان یک کشوری دیکتاتوری هست که در اونجا ظلم و تجاوز هست. میگرین چی میگم؟ یعنی این خودش بیانگر اون نقطه هایی است که ما در بالا خطاب میکنیم که ای مردم، مدامی که یک حکومت 20 سال زیاد و تا 30 سال میروه در طرف دست راست دختر و دست چپ پسر میستد، در اونجا حتما تجاوز صورت میگیره، ظلم صورت میگیره، شکنجه صورت میگیره، تهدید صورت میگیره، خیانت صورت میگیره و این چیزا هست. ماهی پیشتر یکی را تجاوز کردن، یکی را برای سیرگیری لاله کشتن، یکی را برای یک عمل دیگه کشتن. هیچ یک جامعه از شهروندی که ما داریم سر و صدا بلند نکرد. اعتراض نیست. حزب‌های سیاسی خاک تو سرشان بغیر از لیسیدن، وکیلان پارلمان بغیر از شرکت‌های دامادها و خسرها و عمک‌ها و تقاهای رئیس جمهور از انداز آزاد کردن و چاپلوسی کردن دیگر کاری که ازشون نمیبیو. و در هیچ زمان تا امروز که رحمانوف راهبر است، هیچ یک وزیر، هیچ یک رئیس، هیچ یک دادگاه با طور رسمی همچون یک جوانمرد بعد از این جنایت ها به استعفا نرفته است. این نشانه چه؟ نشانه بی‌ناموس بودن، به مسئولیت بودن، جامعه سالم نیست در کشور. میفهمین؟ عین همه چیز در یک از کشورهایی که دموکراتی است چون امریکا صورت گرفت، هزارها نفر به اعتراض بلند شدند. هزارها نفر، صدها هزار نفر برآمدن در میدان اعتراض کردند که باید تجاوزکار جزا بگیره. ولی در کشور ما چنین نیست. به خاطر چی؟ بزرگترین چیزی که عدالت هست در وطن ما عدالت نیست. ولایت قانون نیست، عدالت نیست. همه در نزد قانون و سود برابر نیست. یک سال پیش از طرف جانشین سود اجراچی ناحیه فردوسی سراینده بهرام غفوری با ماشین او که میرفت مستری چند برک بود به صدمه دچار شد، از دنیا گذشت. یک سال رفت در روسیه گشت، آمد امروز در تاجیکستان است، پرونده جنایتی بسته شده است. میفهمید چی میگیم؟ خوابی را بگیرین. مرحمت کنید. بعد از مرگ بهرام، اسماعیل انورزاده در دوشنبه پیدا شد.
исмоил анварзода муовини пешинаи додистон прокурори ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ва писари тоҷири шинохтаи анвар қурбонов ки қаблан ба сабаби набуданаш дар кишвар парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба ӯ боздошт шуда буд, дар Душанбе пайдо шуд. Моҳи августи соли 2020 дар садамаи мошини ӯ овозхони тоҷик Баҳром Ғафурӣ ҷон бохт. Ба гуфтаи баъзе аз дӯстон, Исмоил Анварзода тақрибан 1 сол дар Русия буд ва нав ба кишвар баргашт ва омад дар ҷои кориш боз ҳам кор мекард. Агар ҳамин ҳодисара я нафари дига мекард, ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешуд, ҳатман ҷарима карда мешуд, ҳатман зиндон мешуд, ҳатман аз вазифа барканор мешуд. Аммо дар Тоҷикистон пул дорӣ, бачаи соҳибкор пул дорӣ, биё ту вазир шав, биё ту раис шав, биё ту судиҷоҷӣ шав, биё ту муовини прокурор шав, биё ту шаҳрдор шав, биё ту раиси ҷамоат шав, ҳар чизе ки дилат мехоҳад пула барои мо бите. яке аз сабабҳое ки таҷовуз сурат мегирад, зулм сурат мегирад, ин ҳамин аст. امروز مردمی ما دعوا از او دارن که امام علی رحمانوف باید که مردم پنشهر و مردم ازبکستان افغانستان کمک بکنه. من یه سوال دارم برای اون کسانی که دعوا از این میکنه. امام علی رحمانوف مردم خودش کمک کردن نمیتونه، به درد مردم خودش نمیرسه. قضیه یک هویدای غورمرد 3 سالش دوام داره. در 3 سال یک فاسق جنایتکار جواب داده نمیتونه در نزد قانون. آیا رحمانوف میروه غمی مردم پنشهر هم میخوره، غمی مردم افغانستان هم میخوره؟ مردم این قدر ساده نشوین. این قدر از او امید نکنین. این یک نفری نیست که تصمیم گیرنده باشه، یک نفری نیست که بشینه در یک جا نقطه بزنه خلاصه برای تصمیم بگیره. این از او طبقه انسان ها نیست. این وابسته است. امروز اگر براش بگن که از وظیفه باید روی میروه، امروز براش بگن که بره در مقابل امریکا مبارزه بر میبره، در مقابل ایران مبارزه بر میبره، تا زمانی که براش کارفرمایی میکنن. و این خودش او جرأتی را نداره، او شجاعتی را نداره، او غیرتی را نداره با این ضعیفی که بخیزه در مقابل حکومت پاکستان قیام بکنه یا حکومتی که امروز آمده است طالب قیام بکنه. اما ما مردم امید از او داریم که غم مردم تاجیکان اولوی دریا را باید امام رحمان بخوره. با کدام نظام؟ آیا یک کسی که خائن است، وطن فروش است، خاک وطن می فروشه، در غم فرزند خودش، فرزند این ملت در غم اونها شریک نیست؟ آیا این میتونه در غم تاجیکان اولوی دریای آمو دفاع کننده باشه و غمخوری اونها باشه؟ آیا شما از همه چیز همین را طلب دارین؟ خوب ساده بودیم واقعا، خوب زود باور. انا همین سادگی، انا همین زود باوری ما امروز ما را آورد به یک حکومت دیکتاتوری رساند. یا که امام علی رحمانوف در اون نظر است که باید در افغانستان یک حکومت عمومی ملی ساخته شود که از تمام قبیله و از تمام ملت ها در اونجا حکمران باشند. ای مردم، در یک کشوری که خود و اولاد و اجدادش آمده است، یک کشور، یک نظامی ایلوی کرده است، من حیران از این هستم که این نفر چگونه طلب داره به یک کشور دیگر که شما یک حکومت عمومی ملی بسازین. این چی معنی داره؟ این چی معنی داره؟ یک سخنگوی طالب یا یک سخنگوی پنشهر بلند شد بگه آقای رحمانوف اومه بخشی قربخه وقت دید است که در پای اسب نل میزنن، پاش بلند کرده گفت مدام بزنی. خودی رحمانوف که امروز حکومت دیکتاتوری اولادی است، چگونه میروه به مقابل حکومت طالب یا حکومت پاکستان هر چیزی طلب میکنه که شما باید در افغانستان یک حکومت عمومی ملی بسازین که تاجیک هم در اونجا دستور داشته باشه، پشتور هم دستور داشته باشه، ازبک هم دستور داشته باشه، زنها نیز در سیاست کار داشته باشن، در عموم یک نظام خوب بسازین. آخه ای بلیاز خدا بیاین یک نشست مطبوعاتی بکنه، مرا روپروی رحمانوف پیوست کنه، براش بگم که مدام که تو دعوای حکومت عمومی ملی داری، برای من حکومت خود شهر بده. چگونه حکومت است؟ چگونه حکومت است برای من شهر بده؟ مهمان ها آمدن دیروز، پره روز دیگر. احوال چی بود؟
این مردکی خوب با چی کار مشغول است؟ باز هم کدو، باز هم تربوز، باز هم سیب، باز هم خرما، باز هم نوک. ترکمنستان دیروز رفته بودی بردی همو چوزاره. او دیکتاتوری ترکمنباشی آمده است، باز هم از همو اصول کدو و تربوز. ای مردم، این ترقیات نیست دیگه. این نشانه 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش وقتی رئیس جمهوری روسیه و قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان که ما یک نشست داشتیم آمدن تاجیکستان، همو باغ‌های پر از سیب و انگور بود. بعد از 2 سال 3 سال باز هم همو اصول، هیچ فرقی نداره. آخه دولتداری این اصول نیست دیگر. اگر برای شما او قدر مهم است یک چیزای نو بسازیم بعد